والله وقتی که رسول اکرم به کوچه می رفتند، بعد از چند ساعتی گذشتنشان هم اصحاب اگر به همون کوچه می رفتند می فهمیدن که از این کوچه محمد گذشته است، یعنی بوی خوشی او در مشامشان می رسید. ببینید پیغمبر بزرگوار ما چگونه اخلاق داشتن. بنابر شاعرم میگوید در نعت او زبانی فصاحت کجا رسد، در نعت او زبانی فصاحت کجا رسد، بود پیش آفتاب چی سازد سحار. یا الله، کدام فصیح، کدام خوش فصاحت و بلاغت میتواند صفت این آفتاب تابان رسالت، صفت انسان را که خداوند در شأن او میگوید و انک لعلی خلق عظیم بیان سازد. با گفت عطار واصفان در وصف تو حیران شده، سرشناسان نیز سرگردان شده.